شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله خب مثالای و توضیح کننده برای ما ارائه کرده. یک آدم در بین دو کو بدو میکنه، اگه کسی سوال بکنه بدو کردن ازی در بین دو کو چطور است؟ ما میگیم جایز است، اما اگر امی آدم به این نیت امید بین دو کو میدوه که این عبادت میدانه مثل بین صفا و مروه واری، این بدعت جرم میشه. همچنان اگر یک آدم از پشت سر خانه خود داخل خانه خود میشه از کلکین، جایز است، هیچ گپی نیست. یک آدم از دروازه خود نمی از کلکین داخل خانه میشه، اما زمان این عبادت بدانه این نادرست میشه، به خاطر که این رنگ عبادت داده. این همین قسم اگر یک آدم در زیر آفتاب از آفتاب در زیر آفتاب استاده است و در زیر سایه نمیره، کسی سوال بکنه بالکل درست است، اما این آدم اگر به این نیت کرده باشه که نه این استاده شدن در زیر آفتاب عبادت است، این نعوذ بالله بدعت میگرده، ناروا و نادرست است. ما میبینیم که اعمال ما حیثیت مختلف داره. اگر یک عمل ما حیثیت عبادت بدیم و در اون مورد طریقه و روش رسول الله صلی الله علیه و سلم موجود نباشه و بدعت جرم میشه. ما و شما مثل که ضرورت بیداریم که توحید الله را میپذیریم، توحید تابعداری پیامبر صلی الله علیه و سلم هم بپذیریم، بجز از اینکه عبادت الله را به شکلی که پیغمبر نقشه داده یا او بر ما انجام داده بدون از هیچ راه برای قبولیت عبادت به نزد الله متعال نداریم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید لو کان موسی حیا ما وسعه الا اتباعی. موسی علیه السلام که پیغمبر اولوالعزم است، شریعت خیلی والای داره، اگر او هم حیات باشه و تابعداری رسول الله صلی الله علیه و سلم در عبادات الله متعال نکنه، برش گنجایش نیست که او خلاف بره. وقتی با اینطور یک پیغمبر اولوالعزم اجازه نیست که یک شیوه عبادت به طرز خود انجام بده تا که طرز رسول الله صلی الله علیه و سلم موجود نباشه. چطور شده میتونه که اشخاص دیگری برای عبادت یک شیوه یا طریقه را اختیار بکنه و بگویه که بله ای به نزد الله متعال مقبول است؟ شما خب دقیق فکر بکنی. اگر ما یقینا وقتی محبت با رسول الله صلی الله علیه وسلم داریم، باید بدانیم که عظمت یا منزلت پیغمبر صلی الله علیه وسلم در چی است. الله بر ما میگه قل ان کنتم تحبون الله. اگر شما ادعای محبت به امر الله متعال داری، بجز از تابعداری رسول الله هیچ محبت وجود نداره. فتبعونی، به مردم اعلان بکن، دنبال ما روان شوی، به روش ما قدم بگذاره، به طریقه ما حرکت بکنی. بعد از الله قطعتان محبت میکنه. یحببکم الله. این آیت قرآن کریم صراحتا بر ما واضح بیان میکنه که راه رسیدن به الله متعال که سبب محبت الله متعال میگرده هیچ راه دیگری نیست بجز از اینکه دنبال روش و طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم بریم. این روش و طریقه پیغمبر در یک مرحله یا در یک شعبه زندگی ما نه که مثلا تنها در نماز باشه، نه، در تمام امور زندگی ما فقط طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم اختیار کردن. این امر اهم است، این امر مهم است. بدون از این دین تکمیل نمیشه، اسلام آدم تکمیل نمیشه. بدون از اگر کسی هر قدر عبادت ها بکنه، عرق ریزی بکنه، شبها را صبح بکنه، صبحها را به عبادت الله بیگا کنه، اما روش رسول الله در عبادت موجود نباشه، به نزد الله متعال مقبول نیست. پس از او خاطر ما ضرورت به این داریم که مفهوم اشهد ان محمدا عبده و رسوله را بدانیم. زمان این مفهوم دانستیم، میدانیم که یقینا هر حرکت خود وزن میکنیم به ترازویی که بگه تعلیمات رسول الله صلی الله علیه و سلم مطابق تعلیم پیغمبر قرار گرفته یا نه. اگر او نماز ماست، اگر او نان خوردن ماست، اگر او خواب کردن ماست، اگر او نشستن ماست، اگر او ملاقات و مصافحه ماست، اگر رخصت شدن ماست، اگر همه اموری که در زندگی داریم باید این مطابق تعلیمات رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. این گپ بسیار اهمیت به سزای داره. ما شما الحمدلله همیشه در تلاش عزیزیم که راه حق صراط مستقیم حتما پیدا بکنیم. صراط مستقیم همونطور پیدا نمیشه. صراط مستقیم وقتی پیدا میشه که ما مکمل تابعداری پیغمبر صلی الله علیه و سلم در تمام شعبه های زندگی خود عملی کنیم و امیر عقیده خود جور بکنیم که یقینا غیر از تابعداری پیغمبر راه رسیدن برای الله متعال قطعا موجود نیست. راهها بند است، مسدود است.